نفرین نه‌دندان در عمیق‌ترین پستوی بازار فانتازی، جایی که نور خورشید توان نفوذ به آن را نداشت، فروشگاهی خاک گرفته به نام جعبه‌های غایب قرار داشت. صاحب آن پیرزنی خمیده به نام بتول بود که لبخندش همیشه سرما را به جان مشتری می‌ریخت. در قفسه‌ای چوبی، یک یبوبی مشکی رنگ با چشمانی درشت و زرد پنهان در میان انبوهی از اسباب بازی‌های دیگر نشسته بود. این لوبوبو برخلاف نسخه‌های معمولی شاد و بامزه، دهانش در یک پوزخنده دندان نمای شیطانی ثابت شده بود. این مدل خاص شباهنگ نام داشت و شایع شده بود که هر کس آن را بخرد چیزی از دست می‌دهد. سورنا دختری جوان و کلکسیونر پرشور لبوبوها یک روز جذب این عروسک مرموز شد. دندانهای نوکان عشق که نوک‌تیز و استخوانی بودند برایش فریبی اغوا کننده داشت. بتول با صدای خش‌دار گفت این عروسک بهایی دارد. شباهنگ یک ورودی است، نوع اسباب بازی. سورنا اهمیت نداد و آن را خرید. شب اول سورنا متوجه شد که هر بار به لوبوبو نگاه می‌کند، یکی از آرزوهای کوچک روزمره‌اش برعکس شده است. قهوه‌اش ریخت. قرار مهمش کنسل شد و آهنگ مورد و علاقه شعرش از ذهنش پاک شد. شب دوم تغییرات بزرگتر شدند. او احساس کرد که دیگران حرفایش را نمی‌شنوند، ایده‌هایش دزدیده می‌شوند و وجودش در جمع دوستانش کمرنگ می‌شود. انگار حضور او در دنیا در حال خالی شدن بود. شب سوم سورنا کابوسی دید. در تاریکی مطلق صدایی باستانی و زوزه‌کش به زبان یک خدای فراموش شده او را صدا می‌زد. صدای باد و قحطی، صدا از عمق دهان شباهنگ می‌آمد. وحشت زده عروسک را برداشت. ناگهان دهان گشاده لوبوبو کمی بازتر شد و 9 دندانش برق زد. سورنا فهمید که هر یک از آن دندانها روحی یک آرزو، یک شانس یا یک تکه از هویت یک قربانی را در خود جای داده. و حالا دندان دهم در حال رشد بود که جای خالیش سهم سورنا بود. او سعی کرد عروسک را دور بیاندازد، اما هر بار که پرتش می‌کرد دوباره به جای اولش برمیگشت. روی میز لبخند میزد و دندان دهم کمی تیزتر میشد. در نهایت سورنا با نگاهی تهی عروسک را در آغوش گرفت. او دیگر نه اشتیاقی داشت، نه هدف و نه حتی اسمی در ذهن. هویت او کامل به درون دهان لوبوبو مکیده شده بود. چند روز بعد بتول از فروشگاه جعبه‌های غایب در حالی که لبوبوی سیاه شباهنگ را در دست داشت بیرون آمد. عروسک کمی سنگین‌تر به نظر می‌رسید، با 10 دندان که اکنون کامل و برقدار بودند. بتول زیر لب زمزمه کرد 10 قربانی، 10 آرزو. آماده برای فصل بعدی. او شباهنگ را به قفسه برگرداند و منتظر مشتری بعدی نشست. کسی کافت.